امروز قراره با تو تا گزینه یه روزمون رو بگذرونیم. اما اولی میخوام من علی بنویسم، بعد میخوام چون علی بچه ورزشکاریه میخوام بهش 10 تا شنا بدم یه جایی مثلا. بیشتر کمه؟ نه آخه یه جایی جاش چیز فرق داره که مثلا آدم رد شه. خب 10 تا شنا بنویسم. 10 شنا دست تمام عالیه. ببینم دست خط تو. دمت هم گرم خوبه. خلاصه برای چیزش هم جایزش چی بنویسیم؟ تیتات طلایی. میخوای لواشک بنویسیم برام؟ آخه هی میگفت لواشک. بگیر رو بنویس. علی داره میاد. آقا علی داره میاد. بریم پسش کنیم. علی این سطل آشغالا نمیدونم. علی لواشک چی کردی؟ جو علی. بچه ما ندیده نیستیم تا بخریم. یه دونه این که اونو بگیر ازش، اون برای ماه. بده من میخوام بخورم. بده من اول بده من. بدون اینکه اینو ببینیم یکشون انتخاب. این ور میگردی یه ذره سینا جان. برو. از ما بریم معلوم. تو شانس نخون. تو سمت. ورده. لواشک. شاشیدم دهنه بابا خدا. دوست داری؟ یتیم در حال لواشک. این همه جوهرلیم ببین. این جوهرلیمو رو خب من تبدیل میکنم براش به یه مجازات سنگین. بشینید ببینید دیگه. بخور رو چجونه. این رخ دماغ اینجا خیلی قویه. برای تو لواشک افتاد. بخور رو چجونه. چی بگیریم؟ سختی کارا سرما. داش یه دونه اش مجازات بذار. بریم مجازات. 20 قدم 20 قدم پا برهنه راه بره. مجازاتش این. کفشو در اینجا تا اونجا بدو. آره. پیاده بدو. آره. این مجازات. پیاده که بزن. پا برهنه. پا دستم یخ حاجی. برهنه چجوری نمیشه برهنه. برهنه. اینو بنویس. بعد جایزش هم بنویس ما رو بوس میکنه. ما بوسش کنیم. ما بوسش. حالا فرق نداره بالاخره بوسه دیگه. کیس یور لاو. آقا بریم مجازاتشو بگیریم. بریم. اینو ببین شما. این پا چه خوابیدی داداش بالا یا پایین ازم؟ واسه نشون بدم باشه. این انگشتر نمیدونم پایین داداش پایین دمت هم گرم. وای پا برهنه. پا برهنه از اینجا تا اون تیرک تا اون ته با بودی. داداش اینو میدوی تا اون ستونه برمیگردی. چرا؟ کفش در مجازاتت داداش. در بیار که آره. در بیار. چرا اونو خط؟ بابا بده من اونو علیزاده. نه مجازات دارم میگیرم. برو میگیرم. شما برو جلو. اینو بگیر. علی اونو بده من. اونو برو. بیا. اینو انداختم رو. الان پا برهنه من بودوام. آره پا برهنه کفش درو. تیرک بودو. مجازات داداش. چرا؟ حالا میدونید جایزت چی بود؟ جوراب. جایزت نفر آره دیگه عیبی نداره. ولی خود انتخاب نکرد. اون بهتر بود. نه آره پا برهنه دیگه آره. نه در آوردی جورابو؟ کجا بودم؟ تا اون بالا. بودو بیا. تا همون تیره برقه. یه دهنی از شما سرویس کنم. حالا آوردم تا اینجا برات دیگه. نگاه اوضاع ما رو بپوش بریم. من آبرو دارم. بالاخره یوتیوب میخوای فیلم بذاری؟ چی؟ یه بار میگه مرگ بر آمریکا. آقا یوتیوب چیز یوتیوب ایتیزه جوک. یوتیوب Where are you from علی دماغ؟ اشکال نداره نوبت منم میشه. باش برو قطعش کن.
برو بگی داداش بیا. الان یکی از طرفدارای گلیاپوچ منو دید. ملو میره. بریم. بالا باخته. علی بیشتر مزمز باختم مزه برداری. جاهای زیادی بردم ولی حالا اونجا. علی جان چیپسو بعد از کجا میری؟ از اینجا بس. یا اینو من میخوام. دست گرون‌تر نشون میذاری. دوست دارم دیگه. آقا این چند حاجی شاکیه. ها؟ 6 تومن. حاجی الان چیز بفهم. اونم بچه خوش شانسی هم تو زندگی. اولین بار بود. حال میده مثل خیلی ممنون. فقط در تو بده افتاد دیگه. اونو بده من اینو میخوام چیکار. بقیه پول نمیخوای؟ خودتون بخورو فکر نکن من نخرید. من پوستر بده جو حلیمو بریزی راست چی بود؟ سوس تندر بریزیم. بریم حالا این دفعه من برای علی بنویسم. اوه یه مشورت بدید چیکار کنیم آقا؟ برش کجا در میاد؟ چیپس نداریم. مال من آقا این. آقا این مگه جایزه من نبود؟ یه دونش هم افتاد یعنی حیف آخه. صدام گرفت. جان داداش. برای جایزه یه بستنی خوبه براش بگیریم. من میگم ایستادی. دفعه مجازات نشو. آره راست یه مجازات ترکیبی بنویسی مثلا چیپس و لواشک و اینا رو قاطی کنیم با هم دیگه. خب آره همه رو با هم دیگه. اون یکی چیکار کنیم؟ اون یکی هم مثلا میتونیم بگیم یکی داره میاد لیلی بره کنارش رد شه. خیلی سبکه. خیلی سبکه. بگو خودت هم نظر بده. آب بریزه رو خودش. آب بریز ماره رو سرش بریز. آب واتر. آسفالت نمیشه این آب. آسفالت نمیشه. این چی بود؟ ترکیبی. میخوان منو مجازات کنن. بریم سر وقتش. چیپس هم بده. تاپاله علی کو چقدر فانی تو علی. ویدیو فان شد بچه‌ها. بریم بالا یا پایین بابا تاپاله. چون چون خدا بالا سرمه. خب بالا رو انتخاب. چی ربطیه؟ حالا بالا بیش آب یه بطری آب باید بریزی رو سرت. نه میریزی. نه اینو کنسلش کن. گفتم نمی‌کنم. نه باید بری. بچه‌ایه. نه جون داشت نمی‌کنم. گفتم نمی‌کنم. گفتم نمی‌کنم. اصلا از اول برو یاد بنویس. به خدا بنویس. باید بری. اون چی بود؟ دومی رو بدیم بهش اگه نمیره. اگه نمیخوای ترکیبی رو اینم ترکیبیه. آره. خودت گفتی قبول می‌کنم. چون موهام حالت بدم باید برم چیزایی دارم. بریم ترکیبی. بریم آماده کنیم. بریم. خدا. ببین چی شد. دادا چی داره؟ احساس کنم آب بهتره. ببین اینو میگیری. خب ولی به خاطر هیچی یه ذرم به زمین بماله بهتر. نه ماله. خب اینو میریزی روش. بذار رو اینا. 2 تا چیپس. بذار رو اینا. میشه بری اون من میخوام درست کنم. بذار رو اینا اسکل. بذار رو اینا. بریز. حالا اینم میذارم روش. بعد کاغذشو بردار از زیرش. میشه گمشی ازم. نه وایسا بذار یاد این چرا درست میکنه؟ بیا حالا بریز. از اون بیشوری از سوالم. برو اون. بیا. جوالیمو. قافله اونو چرا کم کردی؟ این جوالیمو. دولای کردی لواشتو؟ کدوم لواشک اینه؟ دولایه کن. لایه بر وزن. بریز. یه لایه دیگه. بریز. بس جوالیمو با چیپس اصلا این چیزا رو در میشه در بیاری؟ چیو در بیارم؟ آره هیچیه. میشه بریم اونور.
سس تند معروف. تنده بود که در من سرویس کردید دیگه. از ویدیو قبلی خوشم میاد هنوزم تا نخوردیم. میتونید به ویدیو قبلی مراجعه کنید ببینید چی شده که مهدی سرویس شده. او مای گاش. برای کسخله چیکار کنم بغل خیابون. بیا سینا جان تموم شد. بیا نمیذار رو. نمیذار روش. این اسیده دیگه. نمیذار روش. ما مریض میشیم بعد این. نمیذار روش. نمیذار روش. تو بگی بکن تو. برو. چی بود؟ بلد لقمه کنی آخه. این سرش گیر کرده. سرشو بگیر. ریخت. رخ. وای! ریدی بابا. دستم سوسی شد بگی کوفت. برم. بعد شما اینو چیکار کنم الان؟ بکن تو دهنت. اینا رو میخوری یعنی؟ نه گم شو من. آخ داشت لباست به چیز میدن. احساس سنده چه مریضه. نرو. بیا اینجا. اصلا نمیدونم چی ترشه شوره. من این شورت سکولا این سوسایی که اینجا مونده میخورم. بویا بخ. پول نداریم بودجه کم اومده. خب آقا رسیدیم به مهدی. من میگم مهدی خب بریم برای مهدی میشه. چون چیپس افتاد براش مجازات نیفتاد که فقط بعدم بدبخت مجازات شدم. برای مهدی هم 2 مجازات نیست. برای من 2 مجازات نوشتید داشت یا دیگه خب چیز نشده بودی دیگه. برو قهوه تون یه شات قهوه تون آره همون که من گفته بودم تو اون ویدیو بچه ملاحظه کنید. آره قهوه خوردید با تون الان قهوه خورد با تون. ایدید حتما این بالا الان لینکش میاد یا اینور یا اینور میاد لینکش حتما بزنید. خیلی ویدیو خوبی شده برید ببینید. و اینکه حالا میخواد مهدی قهوه بخوره با تون. قهوه با تون. قهوه با تون. این قهوه با تون بابا. برو حالا بعدی رو چی بنویسم به نظرت؟ بره تو خیابون. بره جلو یکی رو در وایسه عدو لالا رو در بیاره. نه نمیتونه مهدی. نه نمیتونه. بذار یه کار دیگه کنه. مثلا یه بستنی رو لباسشو در بیاره. بودو. یه بستنی قیفی رو تو 1 دقیقه بخوره. 1 دقیقه نمیتونه. بگیر. برو. حالا قیفی هم نه بستنی هرچی. بستنی یخی. همش خوردنی شد در مهدی. ابن نه ولی دهنش سرویس. آره. A few moments later. آقا بریم ببینیم مهدی کدوم داشت میفته. شانسش چی میگه؟ مهدی بالا یا پایین؟ اول نشون بده بچه‌ها. جفتش مجازات داره. دیگه بالا یا پایین؟ تقریبش پایین بود دیگه. الان پایین. الان بالا. نه پایین یا بالا؟ تون بالا. قهوه خوردی با تون. قهوه خوردی با تون. امروز قراره مهدی قهوه بخوره با تون. بریم بچه‌ها بریم یه شب قهوه خوردی با تون. آینه روش ببینم. این خوردن بستنی تو 1 دقیقه. میشه اینو بریم؟ نه جفتش قهوه خوردی با تون. نه بستنی دوست. بریم آقا بریم قهوه بخوره با تون. A few minutes later. آقا یه شات اسپرسو گرفتیم براش. چون بده. ولی خب الان می‌خوایم این تزیینش کنیم. براش خودش هم اونجا اسپت بده. مهدی جان. آقا مهدی جان. گرفتیم برات داداش. کجا می‌نگری؟ بابا کجا میاد؟ چه بگی؟ ها کن. میشه اینجا رو بگیری؟ نه خب میشه اینجا رو بگیری؟ بخار نگیره. میشه اینجا رو بگیری؟ بخار رو پاک کن. اینجا رو بگیر. چرا تو داری؟ بچه‌ها میخوام قهوه نکن. حالا قهوه خوردی با چرا اینجوری میکنه؟ دیوونه است. میخوام قهوه درست کنم با تون. برو از عقب بگیر. قهوه با تون. قهوه خوردی با تون. بابا تو عکس فیلم برداره؟ وای قهوه خوردی با تون. بزن چرا همیشه تون برای تو میفته؟ میدونم بچه تندی هم کلا تو زندگی. تون خوری نه؟
تندم دوست برو من برو تند تو همه چی نه ولی یه تک برو بالا سلامتی سلامتی چیز جمع آره دیگه برو یعنی چی بود؟ دمت گرم قهوه خوری بود کن چجوریه؟ قهوه خون چجوری بود؟ نه باید ویدیو قبلی هم همینجوری بودا یه 3-4 تا سرفه کباب اون مرد علی گم آب بیار مرد نه من آب میخواد تحمل کن اینقدر سوس جفش بود نه خوشمزه بود ناش اینقدر ندی قهوه با تون بود سس چی؟ سس بروزنه بچه ایده قهوه خوری نمیدونم چی بگم. ویدیو قبلی دوباره دارم اعلام میکنم برید ببینید که یعنی بچه راست میگه علی یه بار دیگه بگیم آقا قهوه خوردی با تون داستان داره اونایی که میپرسن داستانش حالا هیچکی نمیپرسه من همینجوری الکی دارم داستانش الان میاد بالا لینکش بزنید حتما نگاه کنید اون ویدیو هم خیلی باحال شده کجا 3 days later. برو اونور خب علی جان نوبت سینا شده چیکار کنیم اون سید علی داره دعوا میکنه با شوش بیا ببین سینا چون یه دونه پا برهنه دویده خب براش یه دونه علی سوسه دهنم داره سرویس میشه خدا وکیل ولش کن گوشم داره میسوزه گوش چرا باید بسوزه موهاشو یه دونه کچل کنه نه آقا چرا کچل کنه شبیه کتف خر میشه برو کن نه موهاشو نه آقا به سلیقه ما بزنه یکیش نه من نظرم این بود دو تا خوب بنویسیم بابا گوش کن موهاشو خودش هم بزنه ما یه دونه گوش کن یه دقیقه گوش کن موهاشو عزیزم بزنه بگو اگه چیزش به سلیقه تو به خب سلیقه من و تو موهاشو بزنه ای بابا خب یه دونه خوبش اینه که اگه اون خوبه رو انتخاب کرد براش حالا من براش فلافل من نظرم این بود چون که ما جفتمون یه خوب یه بد رفتیم جفتشو خوب بنویسیم نه یه دونه خوب برامون می‌نویسیم یه دونه بد دیگه حالا شانسشه دیگه برای ما جفتش هم بد نوشت آخه باشه بریم چی نوشتی الان یه دونه مو به انتخاب ما استایل مو ماشین مردم من نمیدونم یه دونه هم چی ساندویچ استیل علی سید علی بود چیز بود این تاپاله اونجا وایستاده بریم بیا ببینم یه بار میشه نشون بدی تو برگه دماغ مساوی کو نگاه کن خفش نگاه کن ساندویچ مو به انتخاب ما بریم کجا اومدی برادر من اومدم تمام میشه برید یه ذره عقب‌تر بابا برو گم شو جلو تو بیا میشه میکروفون رو من بهت بده منم باشه میکروفون تو بهش بدی بده این هدایت شما خیلی ممنون علی دماغ آره ای بابا مساویه خدایی چی نمیشه علی یه دقیقه نشون بده کدوم بالای کدوم پایین یه نستم کن آها بریم تو جفتشو بد نوشتی دیگه میتونه بد باشه یه دونه خوبم برات نوشتم یعنی یه دونه بد یه دونه خوب آره میتونه جفتش نمیدونم برو سری بودو دیگه پشت هم نمیرسونی به نه اصلا مثلا الان اومد بالا بدن دونه پایین وای شان ساندویچ برات می‌کنم اگه اون مو به انتخاب ما استایلی که ما میگیم ما می‌زدیم خدایش طبل شادانه بکن پیروز و مردانه بکن برخیز و پرچم اینم از ساندویچ شما علی برام دوست دارم منم میخورم سبت نه سسم برات همچین فکر شهر ما خانه ما نکن آقا ما اونو ور میداریم من و مهدی اونو ور میداریم سس چی خودم میزنم چرا تو رو بزنی من خودم نه سسم خودم سسم خودش داداش میشه بگیری ماشین بیا میشه بگیری اینو الان از من اول سس نمیخوام بزنی سس برای خودت من فرانسه دوست دارم من سفید برای خودت چی باید بریزم سس بروزن جای خالی خودتون بگید چی باید بریزم بگیر اینو چیکار کنم اینو بیا فلافل نیومد اصلا میخورم به من ربطی نداره تهشو بهت میدم من که تک خور نیست بیار بله بگیریم علی دماغت میگه خوشمزه است حالا سس ضرر داره ولی خوب آره آجی این تنده یه بیشتر بیارو
اونه بابا سس داره ولی خب تابه ضرر داره میگه ولی آره بابا داره ولی خب بریم پیتزا داره کار یا نه بابا سپون نیا کن برو خدا کنم امیدوارم خوشتون اومده باشه از این ویدیو. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه و اینکه خیلی دوستتون داریم دیگه. نخور اونو نخور دیگه. خدافظ.